گل صحرا، فصل اول. فرار. صدای ضعیفی از خواب بیدارم کرد. وقتی چشمهایم را باز کردم داشتم به صورت شیر نگاه می کردم. میخکوب بیدار شدم و چشمهایم باز شد، خیلی باز. انگار میخواستم چشمها را آنقدر گشاد کنم که حیوان روبرویم را در آنها جا بدهم. سعی کردم بایستم، اما چند روزی میشد چیزی نخورده بودم. بنابراین پاهای ضعیفم به لرزه افتادند و زیر بدنم تا شدند. بی حال از پشت روی درختی که در سایه‌اش استراحت کرده بودم و به من در برابر تابش خورشید بیرحم ظهر آفریقا پناه داده بود ولو شدم. سرم را به آرامی به عقب تکیه دادم. چشمهایم را بستم و فشار پوست زمخت درخت را بر جمجمه‌ام احساس کردم. شیر آنقدر نزدیک بود که می توانستم بوی نفسش را در هوای داغ استشمام کنم. شروع به راز و نیاز با خدا کردم. خدای من، دیگه تمام شد. لطفاً همین حالا جانم را بگیر. سفر دور و درازم در صحرا به پایان رسیده بود. نه پناهی داشتم، نه سلاحی. نیرویی هم برای دویدن در من نمانده بود. می‌دانستم که در بهترین وضعیت هم نمی‌توانم شیر را پشت سر بگذارم و از درخت بالا بروم. چون شیرها هم مثل گربه‌سانان دیگر به کمک پنجه‌های قوی خود به چالاکی از درخت بالا می‌روند. بی هیچ هراسی چشمهایم را باز کردم و به شیر گفتم: منتظرت هستم، بیا مرا بگیر. نره شیر زیبایی بود، با یال طلایی و دم درازی که برای راندن پشه‌ها آن را عقب و جلو می کرد. 5 یا 6 سال داشت. جوان و سالم بود. می دانستم که می تواند مرا در یک لحظه مچاله کند. او پادشاه جنگل بود. در همه عمرم دیده بودم که آن پنجه‌های قوی گاوهای وحشی آفریقایی و گورخرهای صدها کیلو سنگین‌تر از مرا به زیر کشیده بودند. شیر به من زل زد. چشمهای عسلیش به آرامی به هم خورد. چشمهای قهوه‌ای من هم به او خیره شد و روی نگاهش قفل شد. شیر نگاهش را برگرداند. زود باش، مرا بگیر. باز به من نگاه کرد و بعد به سمت دیگری. لبهایش را لیسید و روی کفلهایش نشست. بعد بلند شد و با ظرافت و ابهت به جلو و عقب قدم برداشت. بالاخره برگشت و دور شد. بدون شک به این نتیجه رسیده بود که گوشتی بر استخوانم نیست که به خوردنش بیارزد. شیر با گام‌های بلند صحرا را در نوردید تا اینکه پوست زرد مایل به قهوه‌ای‌اش در میان شنها گم شد. وقتی فهمیدم قصد کشتن مرا ندارد، آهی از سر آسودگی نکشیدم، چون نترسیده بودم. من آماده مردن بودم. اما خداوند که همیشه بهترین دوست من بوده، نقشه دیگری برای من کشیده بود. او دلیل خاصی برای زنده نگه داشتن من داشت. با خود گفتم چه دلیلی داره؟ من در اختیار توام، مرا هدایت کن. و پا به فرار گذاشتم. این سفر هولناک را برای فرار از دست پدرم شروع کرده بودم. آن موقع 13 ساله بودم و با خانواده‌ام که قبیله‌ای از کوچ‌نشینان صحرای سومالی بودند زندگی می‌کردم. پدرم گفته بود که ترتیب ازدواج مرا با مردی سالخورده داده است. می‌دانستم باید به سرعت دست به کار شوم، یا اینکه منتظر شوم که تازه داماد از راه برسد و مرا با خود ببرد. بنابراین به مادرم گفتم که می‌خواهم فرار کنم. نقشه‌ام این بود که خاله‌ام را که در موگادیشو پایتخت سومالی زندگی می‌کرد پیدا کنم. البته هیچ وقت برای پیدا کردن کسی به موگادیشو یا هیچ شهر دیگری نرفته بودم. خاله‌ام را هم هیچ وقت ندیده بودم.
اما با خوشبینی کودکانه احساس می کردم که مسائل به شکل جادویی حل خواهد شد. وقتی پدرم و بقیه افراد خانواده خواب بودند، مادرم مرا بیدار کرد و گفت حالا وقتشه، برو. به دور و برم نگاه کردم تا چیزی را برای بردن چنگ بزنم. اما چیزی پیدا نکردم. نه شیشه آبی، نه تنگ شیری و نه سبد خوراکی. بنابراین پا برهنه و فقط با پارچه‌ای که به دور خودم پیچیده بودم به درون شب سیاه صحرا فرار کردم. نمیدانستم چه مسیری مرا به موگادیشو هدایت می کند. بنابراین فقط دویدم. اول آهسته، چون نمی توانستم چیزی ببینم. همینطور که جلو می رفتم می لغزیدم و روی ریشه ها سکندری می خوردم. بالاخره تصمیم گرفتم که بنشینم. چون در آفریقا مار زیاد است و من از مارها می ترسیدم. هر ریشه‌ای که رویش پا می گذاشتم به نظرم پشت مار کبرایی بود که در حال فیف کردن است. به تماشای آسمان نشستم که به آرامی روشن می شد. قبل از اینکه خورشید بالا بیاید ویژ مانند غزال از جا کنده شدم. دویدم و ساعتها دویدم. ظهر که شد به عمق شنزار قرمز رنگ و همچنین به عمق افکار خودم رسیده بودم. کدام جهنم دره‌ای می رفتم؟ متحیر بودم. حتی نمی دانستم به کدام جهت هدایت می شدم. چشمانداز به سمت ابدیت کشیده می شد. فقط گاهی درخت سمقی یا بوته خاری در میان شنها رویده بود. می توانستم تا کیلومترها را ببینم. گرسنه، تشنه و خسته قدمها را آهسته کردم و راه رفتم. گیج و بیحال، سلانه پیش می رفتم و از خود می پرسیدم که زندگی جدیدم مرا به کجا خواهد برد؟ بعداً چه اتفاقی خواهد افتاد؟ همینطور که درباره این سوالها فکر می کردم، حس کردم صدایی به گوشم می خورد. واریس! واریس! پدرم مرا صدا می زد. به سرعت به دور خود چرخیدم و به دنبال او گشتم. اما کسی را ندیدم. فکر کردم شاید خیالاتی شدم. واریس! واریس! صدا در اطرافم منعکس می شد. لحنش التماس‌آمیز بود، اما من ترسیده بودم. اگر مرا می گرفت برمی گرداندم و مجبورم می کرد با آن مرد ازدواج کنم. شاید مرا کتک هم می زد. چیزی نمی شنیدم. پدرم نزدیکتر می شد. حالا با جدیت و با سرعت هرچه تمامتر شروع به دویدن کردم. با اینکه چندین ساعت زودتر از پدرم به راه افتاده بودم، او خود را به من رسانده بود. بعداً متوجه شدم از تعقیب جای پایم روی شنها مرا پیدا کرده بود. پدرم پیرتر از آن بود که مرا بگیرد. این چیزی بود که من خیال می کردم، چرا که من جوان و سری بودم. در افکار بچگانم پدرم پیرمرد بود. حالا خنده‌ام می گیرد وقتی به یاد می آورم که او در آن زمان 30 سال بیشتر نداشت. همه ما فوق‌العاده قبراق بودیم، چون به همه طرف راه می رفتیم و می دویدیم. نه اتومبیل داشتیم و نه هیچ گونه وسیله حمل و نقلی. من همیشه تیزپا بودم، چون حیوانات را تعقیب می کردم. به دنبال آب می گشتم و با تاریکی مسابقه می دادم تا قبل از اینکه روشنایی روز ناپدید شود به سلامت به خانه برسم. بعد از مدتی دیگر نشنیدم که پدرم صدایم بزند. بنابراین از سرعتم کم کردم و آهسته شروع به دویدن کردم. با خودم استدلال کردم اگر به حرکت ادامه بدهم پدرم خسته می شود و به خانه برمی گردد. ناگهان به سمت افق برگشتم و دیدم که از روی تپه‌ای به طرفم می آید. او هم مرا دیده بود. در حالی که ترسیده بودم به سرعتم افزودم. سریعتر دویدم. مثل این بود که بر امواج سوار شده بودیم. من از تپه‌ای بالا می رفتم و او از تپه‌ای پشت سر من سرازیر می شد. همینطور برای ساعتها ادامه دادیم تا اینکه متوجه شدم برای مدتی است او را ندیدم.
دیگر مرا صدا نمیزد. در حالی که قلبم میزد بالاخره ایستادم و پشت بوته‌ای پنهان شدم و اطراف را پاییدم. چیزی دیده نمیشد. با دقت گوش دادم. صدایی نبود. وقتی که به کنار تخت سنگ همواری رسیدم برای استراحت ایستادم. اما از اشتباه شب قبل درس گرفته بودم و وقتی که دوباره شروع به دویدن کردم به طرف سنگ‌هایی رفتم که در زمین سخت بودند. بعد جهتم را تغییر دادم تا پدرم نتواند جای پاهایم را تعقیب کند. با خود گفتم پدر حتما برگشته تا راهش را به سمت خانه پیدا کند چون خورشید داشت غروب می‌کرد. اما او نمی‌توانست قبل از اینکه روشنایی روز رنگ ببازد به خانه برسد. او مجبور بود در تاریکی به خانه برگردد و در حالی که به سر و صدای شب‌هنگام خانواده گوش می‌سپارد، به کمک فریاد و خنده کودکان و هیاهوی ماما و بعبع حیوانات راهش را پیدا کند. در صحرا باد صداها را تا مسافت‌های دور می‌برد. از این رو وقتی که در شب گم می‌شدیم، این صداها مثل ناقوس دریایی عمل می‌کردند. بعد از پیمودن سنگلاخ جهتم را عوض کردم. مهم نبود به کدام سمت می‌روم، زیرا نمی‌دانستم کدام جهت مرا به موگادیشو می‌برد. تا غروب خورشید به دویدن ادامه دادم. روشنایی از بین رفته بود و شب آنقدر سیاه بود که نمی‌توانستم جایی را ببینم. حالا دیگر از گرسنگی در حال مرگ بودم و غذا تنها چیزی بود که می‌توانستم به آن فکر کنم. از پاهایم خون می آمد. برای استراحت زیر درختی نشستم و به خواب رفتم. صبح آفتاب داغی که پوست صورتم را می سوزاند از خواب بیدارم کرد. چشمهایم را باز کردم و به برگ‌های درخت اوکالیپتوس که به آسمان قد کشیده بود نگاه کردم. آرام آرام به واقعیت اوضاع و احوالم پی بردم. خدای من تنها هستم. چه باید بکنم؟ بلند شدم و به دویدن ادامه دادم. چند روز توانستم به این کار ادامه دهم. چند روز. نمیدانم. آنچه میدانم این است که زمان برایم مهم نبود. فقط گرسنگی، تشنگی و درد مهم بود. وقتی که شب میشد می ایستادم و استراحت می کردم. در نیمه روز وقتی خورشید داغ‌ترین تابش را داشت زیر درختی می نشستم و چرتی می زدم. بین یکی از این چرت زدنها بود که خوابم برد و شیر مرا بیدار کرد. تا آن موقع دیگر برایم مهم نبود که آزاد شدم. فقط می‌خواستم به خانه پهلوی مادرم برگردم. چیزی که بیشتر از آب و غذا می‌خواستم مادرم بود. با اینکه برای ما غذا و آب نخوردن برای 1-2 روز عادی به حساب می آمد، می دانستم که بیش از این نمی توانم تاب بیاورم. آنقدر ضعیف بودم که به سختی حرکت می کردم و پاهایم آنقدر ترک خورده و مجروح بود که با هر قدمی که بر می داشتم عذاب می کشیدم. وقتی شیر جلوی من نشست و لبهایش را از گرسنگی لیسید، تسلیم شده بودم. و برای رهایی از بدبختیم به این مرگ آنی رضایت داده بودم. اما شیر به استخوان‌های از گوشت بیرون زده، گونه‌های فرو رفته و چشم‌های از حدقه در آمده‌ام نگاه کرد و از من دور شد. نمی‌دانم که دلش به حال این موجود بدبخت سوخت یا اینکه به این نتیجه رسید که حتی به عنوان تنقلات هم ارزش خوردن ندارم. شاید هم خدا شفاعت مرا کرده بود، اما به این نتیجه رسیدم که خدا نمیتواند آنقدر بیرحم باشد که مرا زنده نگاه دارد تا از طریق بیرحمانه تری مثل گرسنگی بمیرم. او نقشه دیگری برای من کشیده بود. بنابراین خواستم که هدایتم کند. مرا بگیر و هدایتم کن. برای حفظ تعادلم محکم درخت را چسبیدم. روی پا ایستادم و از خدا کمک خواستم. دوباره شروع به راه رفتن کردم و بعد از چند دقیقه به چراگاهی پر از شتر رسیدم. یکی از شترها را که پستانش شیر زیادی داشت نشانه کردم و به سویش دویدم.
شروع به شیر خوردن کردم. مثل بچه‌ای شیر را می‌مکیدم. شتربان مرا دید و داد زد: برو، از گله من دور شو، برو، گم شو. صدای شطرق شلاق را شنیدم، اما من که درمانده بودم به مکیدن ادامه دادم. شیر را سریعتر از توانم بیرون می‌کشیدم. شتربان در حالی که با صدای بلند و با بدجنسی داد می‌زد به طرف من دوید. او می‌دانست که اگر مرا نترساند وقتی به من برسد بسیار دیر شده و شیری باقی نخواهد ماند. اما من که حسابی شیر خورده بودم شروع به دویدن کردم. او تعقیبم کرد و چند بار سعی کرد با شلاق مرا بزند. اما من از او سریعتر بودم و او را که میان شنها ایستاده بود و زیر آفتاب داغ بعد از ظهر نفرینم می‌کرد پشت سر گذاشتم. حالا دیگر ذخیره داشتم و انرژی گرفته بودم. بنابراین آنقدر دویدم تا به دهکده‌ای رسیدم. قبلا هرگز چنین جایی ندیده بودم. دهکده ساختمان‌هایی داشت و خیابان‌هایش از خاک کوبیده درست شده بود. در وسط خیابان شروع به قدم زدن کردم، با این خیال که اینجا میتوانم قدم بزنم. همینطور که سلانه سلانه شهر را زیر پا میگذاشتم بر به این جای عجیب نگاه میکردم و سرم را به هر جهت میچرخاندم. زنی از کنارم گذشت، نگاهی به سر و پایم انداخت و بعد داد زد: خیلی احمقی، فکر کردی کجا هستی؟ و رو به چند روستایی دیگر که کنار خیابان راه میرفتن کرد و گفت: اوه خدای من، پاهاشو نگاه کنیم. به پاهایم که ترک ترک و خونین بود اشاره کرد. وای خدا جون، لابد از این دختر دهاتیای احمقه. انگار اون میدانست و بعد سرم فریاد کشید: دختر، اگه میخوای زنده بمونی از وسط خیابون برو کنار. با دست اشاره کرد که کنار بروم و بعد خندید. میدانستم که همه این حرفا را شنیدند و خیلی خجالت کشیدم. فقط سرم را پایین انداختم و چون نمیدانستم که درباره چه چیزی صحبت میکند به راه رفتن وسط خیابان ادامه دادم. چیزی نگذشت که کامیونی از راه رسید. بیپ بیپ. من باید از سر راهش کنار میپریدم. چرخیدم تا عکس جهت حرکت اتومبیل‌ها قرار بگیرم و همینطور که ماشین‌ها و کامیون‌ها به طرفم می‌آمدند دستم را تکان دادم. منظورم این نبود که اتو استاپ بزنم، چون حتی نمی‌دونستم اتو استاپ چیه. در میان جاده ایستاده و با دستم که مثل باد بزن حرکت می‌کرد تلاش کردم ماشین را متوقف کنم. اتومبیلی راهش را به سمت من کج کرد و نزدیک بود دستم را قطع کند. بنابراین با سرعت آن را پس کشیدم. دوباره دستم را با شدت تکان دادم و دوباره به راه افتادم. همانطور که به صورت راننده هایی که از کنارم می‌گذشتند نگاه می‌کردم، آهسته دعا می‌کردم که یکی از آنها بایستد و به من کمک کند. بالاخره کامیونی ایستاد. یادآوری چیزی که بعداً اتفاق افتاد اصلاً برایم خوشایند نیست. اما به هر حال اتفاقی بود که افتاد و من جز حقیقت چه میتوانم بگویم. این روزها هر وقت توقف آن کامیون را به یاد میآورم فکر میکنم کاش به غرایزم اعتماد کرده بودم و سوارش نشده بودم. کامیون باری از سنگ‌های ساختمانی حمل می‌کرد. سنگ‌ها به اندازه توپ بازی ولی ناهموار بودند. 2 مرد جلو نشسته بودند. راننده در را باز کرد و به زبان سومالیایی گفت: بپر بالا عزیز. من احساس درماندگی، ترس و دلاشوبه کردم. توضیح دادم: دارم میرم موگادیشو. او نیشش را تا بناگوش باز کرد و گفت: هر جا بخوای بری میبرمت. وقتی خندید دندانهایش که به قرمزی تنباکو بود نمایان شد. اما من میدانستم آنچه آنها را قرمز کرده تنباکو نیست، چون یک بار دیده بودم پدرم آن را میجوید. آن چیز خات بود، گیاهی نشه‌آور شبیه کوکائین که مردها در آفریقا آن را میجوند.
زنها اجازه ندارند به آن دست بزنند و چه بهتر که اجازه ندارند. آن گیاه مردها را فوق‌العاده هیجان زده، دیوانه و پرخاشجو می‌کند. همچنین زندگی‌های بسیاری را نابود کرده است. می‌دانستم که به دردسر افتاده‌ام، در عین حال نمی‌دانستم چه کار کنم. بنابراین سرم را تکان دادم. راننده گفت که عقب کامیون سوار شوم. فکر دور بودن از دو مرد کمی خیالم را راحت کرد. عقب کامیون سوار شدم و در گوشه‌ای نشستم و سعی کردم در میان سنگ‌ها جای راحتی برای خودم درست کنم. حالا دیگر صحرا تاریک و سرد شده بود. همین که کامیون به حرکت درآمد احساس سرما کردم و جایی دور از وزش باد چنباتمه زدم. کمی بعد متوجه شدم کمک راننده کنار من روی سنگ‌ها زانو زده. او حدوداً 40 ساله و زشت بود. خیلی زشت. تقریباً مویی به سرش نمانده بود و داشت کچل می‌شد. اما با گذاشتن سیبیل کوچکی سعی داشت این کمبود را جبران کند. دندانهایش لب‌پر شده بود و بعضی از آنها سر جایشان نبودند. خاط روی دندانهای باقی مانده‌اش لکه‌های قرمز کثیفی باقی گذاشته بود. با وجود این باز هم نیشش را باز می‌کرد و با افتخار آنها را به من نشان می‌داد. تا وقتی زنده هستم نگاه هیز او را هرگز فراموش نخواهم کرد. به من حمله ور شد. التماس کردم. نه، خواهش می‌کنم، نه. پاهای لاغرم را روی هم انداختم و مثل طناب به هم گره زدم. او با من گلاویز شد و سعی کرد به زور پاهایم را از هم باز کند. بعد چون موفق به این کار نشد دستش را عقب برد و سیلی محکمی به من زد. فریاد گوشخراشی کشیدم. پای کوفتیت را وا کن. با هم درگیر شدیم. تمام سنگینی وزنش روی من بود و سنگ‌های سخت و ناصاف پشتم را خراش می‌دادند. مرد دستش را دوباره عقب برد و به من سیلی زد. این بار محکم‌تر. با سیلی دوم متوجه شدم که باید به شگرد دیگری متوسل شوم. او برای جنگیدن بسیار قوی بود و قطعاً می‌دانست چه می‌کند. برعکس من او با تجربه بود و بدون شک به زنهای زیادی تجاوز کرده بود. به راحتی می‌توانستم نفر بعدی باشم. من واقعاً از صمیم قلب می‌خواستم که او را بکشم، اما سلاحی نداشتم. بنابراین وانمود کردم که او را می‌خواهم و با لحن شیرین گفتم: خب، اول بذار دستشویی کنم. می‌دیدم که بیشتر از پیش هیجان زده شده. هی، این دختر او را می‌خواهد. و اجازه داد که بلند شوم. من به گوشه دیگر کامیون رفتم و وانمود کردم که چنباتمه زدم و در تاریکی مشغول ادرار کردن هستم. این باعث شد که چند دقیقه به آنچه باید انجام میدادم فکر کنم. وقتی ادا درآوردنم تمام شد، نقشه‌ام را کشیده بودم. بزرگترین سنگی را که می توانستم پیدا کنم برداشتم و آن را در دستم نگه داشتم. برگشتم و کنارش دراز کشیدم. او روی من افتاد و من سنگ را در دستم می فشردم. با تمام قدرت سنگ را بالا بردم و محکم به شقیقه‌اش کوبیدم. وقتی او را زدم و دیدم که گیج شد، مانند یک جنگجو قدرت زیادی به دست آوردم. نمی‌دانستم که چنین قدرتی دارم، اما وقتی کسی به انسان حمله می کند و سعی می کند او را بکشد، انسان قدرتمند می شود. تا پیش از این اون نمی‌داند که چقدر می‌تواند قوی باشد. دوباره همانطور که دراز کشیده بودم او را زدم و خون را که از گوشش بیرون می‌زد دیدم. دوستش که کامیون را می‌راند و از توی اتاقک کامیون این وقایع را می‌دید شروع کرد به داد زدن. کثافت، اون عقب چه خبره؟ و دنبال جایی گشت تا کامیون را میون بوته‌ها بکشاند. می‌دانستم اگر مرا بگیرد دیگر کارم تمام است. همینطور که سرعت کم می‌شد به لبه کامیون خزیدم و روی سنگ‌ها آماده ایستادم و بعد مانند گربه‌ای روی زمین جستم و شروع به دویدن کردم تا خود را نجات دهم.
راننده کامیون مرد مسنی بود. از کامیون بیرون پرید و با صدای ناهنجاری فریاد زد: تو رفیق مرا کشتی! برگرد! تو رفیق مرا کشتی! او مسافت کوتاهی در میان خارزار مرا تعقیب کرد و بعد دست کشید. یا شاید من اینطور فکر کردم. راننده برگشت و سوار کامیونش شد. آن را روشن کرد و در صحرا به دنبال من راند. نور چراغ‌های جلو زمین دور و برم را روشن می‌کرد. صدای غرش کامیون را پشت سرم می‌شنیدم. با سرعت هرچه تمام‌تر می‌دویدم، اما واضح است که کامیون به من می‌رسید. زیگزاگ رفتم و در تاریکی عقب گرد کردم. او نمی‌توانست مرا ببیند. بنابراین بالاخره دست کشید و به طرف جاده برگشت. مثل حیوان شکاری در میان صحرا می‌دویدم. در میان صحرا، بعد جنگل، بعد دوباره صحرا می‌دویدم بدون اینکه بدانم کجا هستم. خورشید بالا آمده بود و من هنوز می‌دویدم. بالاخره به جاده دیگری رسیدم. اگرچه از ترس اتفاقی که ممکن بود رخ بدهد دلم آشوب بود، اما تصمیم گرفتم دوباره اتو استاپ بزنم. زیرا می‌دانستم تا آنجا که ممکن است باید از راننده کامیون و دوستش فاصله بگیرم. هیچ وقت نفهمیدم بر سر مرد مهاجم چه آمد، اما اصلاً و ابداً نمی‌خواستم یک بار دیگر آن دو مرد را ببینم. ظاهراً ایستادنم کنار جاده زیر تابش آفتاب صبحگاهی منظره جالبی به وجود آورده بود. پارچه‌ای که به عنوان پوشش به دور خودم پیچیده بودم، حالا دیگر ژنده و کثیف بود. چند روز در میان شنها دویده بودم. پوست و مویم از گرد و خاک پوشیده شده بود. دستها و پاهایم مثل ترکه هایی بودند که ممکن بود وزش باد تندی آنها را دو نیم کند. پاهایم آنقدر مجروح بود که مثل جزامی ها شده بودم. دستم را دراز کردم و با تکان دادن آن مرسدسی را متوقف کردم. مرد شیک‌پوشی اتومبیل را به کنار جاده راند. من داخل صندلی چرمی خزیدم و زرق و برق اتومبیل چشمم را خیره کرد. مرد پرسید: کجا می روی؟ من گفتم: آن طرف. و درست به روبرو اشاره کردم، به جهتی که مرسدس داشت می رفت. مرد دهانش را باز کرد و در حالی که دندانهای زیبایش را نشان می داد، شروع به خندیدن کرد.